نمیشه که در حق او برادر هم دعا کنی که یا الله او فلان برادر مرا در راه اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرموده باشی، از اوی که فاسق میگی، کافر میگی، دوزخیش میگی، برده در قعر دوزخ میدروریش. کی میدونه که پگه یک امو آدمایی که میگی پگه او روان در جنت سیرگشت کنن تا از روی این گفته ها داخل دوزخ باشی. بدبخت‌ترین انسان میگه کسی است که کسی را از رحمت الله چی به همه گفته هاش ناامید میکنه. میگه تو را خدا نمیبخشه، تو فلانی، تو گناهی را انجام داده که دیگه تو مورد مغفرت الله قرار نمیگیری، در حالی که الله ذوالجلال میگه من تمام گناه‌ها را میبخشم. مشرکایی که به خدا شریک آورده بودن برادر عزیزم، یکی ایمان آوردن، توبه کردن، الله بخشید. چون کدامش الله کسی را که خواست بخشید. یکی وای بر حال اون مسلمانی که الله را شناخت و دوباره خیس رفت، مثل بعضی امروزها خریستیان شد. فقط دعا کنیم در حق دیگر. این حکم براری و این حکم کردن دفع کنیم، از سرمون دور کنیم برادر عزیز. این برای ما و شما کسایی که در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم ارزنده نیست. خصوص کسی که مسلمان ارزنده نیست. این چیز زیبنده نیست برادر عزیز که ما خیزیم یک کس کافر بگیم بریم او را در دوزخ بزنیم، خونه بریم در جنت الفردوس بمونیم، یا در جنت المأوا بریم خونه بمونیم، یا برای خونه در لای حوض کوثر بمونیم. نه برادر عزیز، دعا کنیم که الله همه که ما را داخل جنت ببر. برادرای جون ما را هدایت کن. الله مهربان یار و مددگارتون باشه. ما و کسی که ما را چیزی گفت نگفت، ما والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. سوره آل عمران آیت 134 بگیرید خداتون بخونید. بعد انیخه باشیم، از گناه دیگر گذشت کنیم، نیکو کردار باشیم، نیکو کار باشیم. باید یا دیگر به کارهای نیک دعوت کنیم، نه اینکه فلانی فاسق، فلانی دوزخی، فلانی نمیچترا پشتی و گرفتی و دیگه ما در کجا پشتی گرفتیم؟ ما او را گوییم که گفتیم صبر داشته باش، تحمل داشته باش. او از درد وجودی که تلخی که در وجود که تحمتی که بالای ما کردم، او از زیرا گفتم من همین برادر عزیز، زیرا من درد او را خودم حس میکنم. زیرا کسی که میگه پورا مینویسه الله یا بالاتون تحمت بیاره، انا بعد میگه او فلانی راست میگفته است. یکی بالاتون یک از تحمت بیاره که خدایی نکرده همین فلانی پول همین فلانی را گرفته است، دست دست العیاذ بالله. اكو تحمتای بالای ما کو دیگه خیر یک شما اگر انا ای خیلی شگر ممکن بیاید، هی دیگه بعد می وجود سوخته میگیره، میگه وای وای شو به حالی اونمونی میگه آفرین نمیگه کی میگه حقیقت تحمت ها کردن صبر کرده است. الله یار و مددگارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، شخصایی که امروز بازم میگم که ما را بز میگین، پدری ما را، ما الحمدلله بازم ما میخواستیم ما ویدیو کنیم، ویدیوهای سخت‌تر، ولی برادر عزیز بازم میگم که ما را نگذاشتن، استاذا ما را نگذاشتن. فهمیدین؟ زیرا جوابی سگ ابله میگن سکوت است، خاموشی هست. ما الحمدلله رب العالمین گفتیم بعضی از برادرها را که بنویسین در امو اشخاصو که بنویسیشون که برای مباحله اگر تیار باشن، برای مباحله یعنی ما تیاریم بگیرم بچه هاشونه. در این بچه والله در پیش من، این بچه جانم در پیش من الحمدلله. بچه همون هم خدای آغوشمون هم خدای دستکمون میگیریم پیشگاه الله دعا میکنیم یا الله اگر که ما یک کس فروخته باشیم، اگر که ما می بز باشیم و گفتیم بدبختا، یا الله ما را هلاک کن. نه که شما دعا میکنید که یا الله همین تحمتی که ما بالا یا کردیم ما را هلاک کن. میبینیم یه سکون دقیقه شاید که نکشه این مباحله ده، شاید دقیقه نگذشته هلاک بشه. این شما تیاریم در همین چیز. چی بن نمی بیاین کسایی که میگه پورا تحمت رو بالای ما میکنین؟ چی بن نمی بیاین؟ از چی میترسین؟ از دعاتون میترسین؟ میدونه که تحمتی که کردگی الله ذوالجلال هلاکتون میکنه. ما تیاریم برای این چیز. چند تا فرزندی که داریم میبریم برای همه دستکام و پیشگاه الله. چی به شما نمیبیایی؟ چی به شما فقط در بز گفتن در نزد بگیم آینه های نیاگون یا که هم تلویزیون ها یا که از پشت کامنتری ها نوشتن در بعضیتون، اگر که جرأت دارین بیاین نمیخه زنگ بزنی یا که بیای یا رو پرو فرزنداتون گرفته بیای تو اینجا مباحثه انجام بدیم تو اینکه حقیقت الله آشکار کنیم. خب کامera میمونیم دعا میکنیم، ببینید که بعدی از چند ثانیه که حلال میشه. الله ذوالجلال همون توفیق بده. او کسایی که حکم میکنه که برون دوزخی و فلانی دوزخی و دیگه این حکم کردن تن شما نیست. اگر الله دروازه های رحمت باز کنه که حتی ما تو هر روز دعا میکنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. هر روز ما تو دعا کردیم یا الله ما رو به راه راست هدایت کن، یا الله ما رو به راه راست هدایت کن.